بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و موالا. دوستان عزیز، عنوان ویدیو را میبینید در مورد دو تروریست که در بلژیک و در کانادا مرتکب عمل تروریسم شدن و عمل ترور شدن. چرا به این موضوع میپردازیم؟ حالا بعضا که وابستگی خاصی و یا به اصطلاح بگیم غلام بچه های غرب هستن و محضی که این قضیه را ببینن یا کسایی که فریب خوردن بعضا، آهای شما چرا در مورد افغانستان صحبت نمی کنید و از این حرفا. خب بارها ما در مورد افغانستان صحبت کردیم. وظیفه ماست که به مشکلات صدای ملت خود باشیم و مشکلات ملت خود برسیم تا جایی که توان ماست، به اندازه توان و به اندازه وسع خود. اما چرا به این موضوع خاصتا میپردازیم؟ دلیلش چند دلیله. اولا در موضوعات افغانستان و موضوعاتی که عامه همه میپردازن، رسانه ها میپردازه، تو میپردازی، من میپردازن، همه میپردازن، همه صحبت میکنن و نیازی نیست که هر کس خاصتا بیه باز در این باره یک چیزی بگه. خب همه خبر دارن دیگه، همه میدانند. ولی این موضوعات خاصتا پوشیده میشه. حالا قضیه بلژیک که من میخوام به خدمتتان عرض بکنم، یک مسئله که شاید اکثر شماها نشنیده باشید و این را متاسفانه میپوشن، اجازه نمیدن که اینها نشر بشه و رسانه ها اینها را اطلاع رسانی نمیکنن، چون طرف مقابل یعنی قربانی شده یک مسلمانه و اون تروریست یا مسیحیه یا خلاصه یک کافره. به این دلیل اطلاع رسانی نمیشه و در کانادا هم همچنین کمتر اطلاع رسانی میکنن، به حدی که اگر قضیه را عکس بکنیم، یعنی قربانی یک کافر باشه، قربانی یک مسیحی باشه، یک یهودی باشه و الی آخر، و شخصی که مرتکب این جنایت شده یک مسلمان باشه، نه دیگه آن وقت باز زبان همه دراز میشه به علیه اسلام، زبان همه دراز میشه به علیه دین، زبان همه دراز میشه به علیه مسلمان ها. و دلیل دومی که ما به این قضیه میپردازیم اینه که این یک بام و دو هوای رسانه ها و یک بام و دو هوای جهان غرب را برایتان نمایش بدیم که چرا اگر جنایتکار یک مسلمان باشه تروریست نامیده میشه، ولی اگر یک مسیحی باشه نه، حد اکثرش یک روانی هست. شما بارها دیدید که مسیحیان عقده‌ای بارها و تروریست بارها و بارها وارد مساجد مسلمان ها شدن، مسلمان ها را قتل عام کردن، در داخل بازار، در داخل دکان ها، در داخل فروشگاه ها مسلمان ها را کشتند و به زنان مسلمان حمله ور شدن همچون حیوانات وحشی، ولی کسی اینها را بزرگ نکرد. اصلا اینها را حتی تیتر خبری نشد. چرا؟ چون طرف مسلمانه، یعنی قربانی شده مسلمانه. و من میخوام که برایتان دوستان عزیز به دو دلیل، اولا این که صدای مظلومیت این مسلمان ها باید بالا بشه و صدای مظلومیت مردم افغانستان و الی آخر همه کس بالا میکنه، ولی صدای اینها خفه میشه. دوم دلیل اینه که من میخوام برایتان نشان بدم که اینها چقدر با این قضایا برخورد چندگانگی میکنن و چندگانه با این موارد برخورد صورت میگیره. دوستان عزیز، این دو موردی که من میخواهم با آنها بپردازم، یکی در بلژیک اتفاق میفته و یکی دیگر هم در کانادا، یعنی در کمتر از یک هفته این اتفاقات میفته. در بلژیک یک جوان مسیحی با چاقو حمله ور میشه بر یک زن مسلمان، بر یک زن محجبه و مسلمان، چون این زنان با حجاب خار چشم اینها هستند، خار چشم آتئیستش، خار چشم مسیحیش، خار چشم ملحدش که گفتیم و خار چشم سیکولارش، خار چشم دموکراتش. در تمام دنیا این زنان مسلمان خار چشم اینها هستند. اینها را آزار میده، نمیتوانند تحمل بکنن. بعضا خب از کوره در میرن و خلاصه مرتکب جنایت میشن و این بارها اتفاق افتاده، یک بار نیست، بارها اتفاق افتاده. ولی متاسفانه این قضایا
یعنی خبرگزاری نمی کنن، این قضایا رو می پوشانن. و شاید کسی بگه این خبر را از کجا میگی؟ من برخی از موارد را گرچه بسیار پوشانده شده، اما برخی از لینک های خبری جهانی را برایتان منتشر می کنم. در پایین ویدیو خودتان ببینید، خودتان برید و مراجعه بکنید. این زن مسلمان از اهل مراکش و در بلژیک توسط این جوان تروریست مسیحی از بین میره. یعنی به ضرب چاقو به گردنش زده میشه چاقو و شهید میشه به اذن الله، از بین میره، یعنی زنده نمیمانه. موضوع دوم دوستان عزیز در کانادا است. این اتفاق دیروز افتاد. یک راننده یک موتر به صورت عمدی، همچنان که خبرگزاری های خودشان میگه، به صورت عمدی و قصدی این تروریست با موترش حمله ور میشه بالای یک خانواده مسلمان و 4 تن از این خانواده مسلمان را به شهادت میرسانه به اذن الله و از بین میرن. الله متعال سبحانه و تعالی رحمتشون کنه. البته در قضیه اول در بلژیک این خانومی که از بین میره 3 طفل داره، 3 طفل بعد از او باقی میمانه و اینجا هم 4 عضو یک خانواده توسط این تروریست کانادایی از بین میرن. حالا آیا این تروریست است یا نیست؟ اگر نیست چرا نیست؟ چون مسلمان نیست؟ یعنی این گونه شده دیگه. حالا چنان افکار و اندیشه ها را متاسفانه خراب کردن که مسلمان میشه تروریست و این تروریست های واقعی میشن نه این روانی بوده، نفهمیده، متوجه نشده، در حالی که خودشان میگن عمدی است. و یا هم این نجات پرسته. با این دروغ ها میخواهند سر مردم را شیره بمالن تا اینکه شما به این تروریست های واقعی نگید تروریست. چون اگر شما به اینها تروریست بگید باید حکومت هایشان را هم تروریست بگید، چون اینها هم جنایت میکنن. امروز ناتو در کشورهای مختلف جنایت میکنه، ظلم میکنه و همان تروریسم واقعیه. حالا که هر کس میخواه خوشش بیه، میخواه بدش بیه، واقعا اینها تروریستند. بعد از اون دوستان عزیز، چرا اینها را اطلاع رسانی نمی کنن؟ چرا اینها را تلاش میکنن که بپوشانن؟ و این حملات تروریستی نتیجه اسلاموفوبی هاست، نتیجه اسلام هراسی است در کشورهای غربی که جوان غربی را به دروغ بر علیه مسلمان ها چارج میکنن. حالا باز یک غلام بچه غرب میاد میگه که برای من میگه و برای امثال من میگه مسلمان ها در کشورها چی میخواهند؟ اولا اگر هدفت مهاجرین هستن، خب مهاجرین را از بادارانت بپرس که چرا مجبور شدن که این مهاجرین برن به کشورهای غربی. باداران تو ای غلام بچه آمدن در سرزمین های اسلامی خرابکاری کردن، تبهکاری کردن و اهداف سیاسی و اقتصادیشان را در اینجا تمویل کردن. سرزمین های اسلامی را محل قربانگاه قرار دادن، قربانگاه خود مردم، برای اینکه اهداف خودشان در اونجا تطبیق بشه و اهداف خودشان در آنجا برآورده بشه. اهداف سیاسی، اهداف اقتصادی، اهداف مختلفی که دارن، اهداف فرهنگی و الی آخر. آمدن و اینجا را خراب ساختن، برباد کردن مردم را. کشور اسلامی و سرزمین اسلامی را محل جنگ‌های نیابتی خود قرار دادن، تا جایی که توانستن قتل و کشتار کردن. این بیچاره مجبور شده که فرار بکنه، بره به کشور خود همین ظالمین در اونجا پناهنده بشه. حالا جرمش چیه؟ جرمش اینه که تو را بکشی یا بادارانت او را بکشن؟ باز همین بدبخته ها، همین غلام بچه ها باز حرف از این میزنن که باید بر علیه تروریسم مبارزه بشه و فلان بشه، ولی اینجا دهانش را نمیتوانه که ببنده، نمیتوانه خفه خون بگیره، ولی همان حقد و
عقده درونی اش را میده بیرون. میگه چرا اینها آمدن در اینجا؟ یعنی اینجا آمدن باید کشته بشن؟ غلام بچه باید اینها کشته بشن؟ عجیبه. این منطق را ببینید. از طرف دیگر غلام بچه به تو میگم، این کشورها از خود مسلمان هایی دارن که بومی این کشورن. اینها هم برن بیرون به خاطری که بادارانت نمیخواهند، به خاطری که تو نمیخواهی کشورش رو ترک بکنه، سرزمینش رو ترک بکنه. اهل اون کشورند. بلژیک، کانادا، آمریکا، آلمان الی آخر کشورهای دیگر، اینها مسلمانان اصلی دارن. اصالتا آمریکاییه ولی مسلمانه. چیکار بکنه؟ زن آمریکایی مسلمان حجاب نکنه به خاطر تو غلام بچه و به خاطر بادرانت؟ این کدام منطقه؟ کدام عقله؟ والله انسان حیران میمانه به این مردم. و من به خاطر این قضایا این ویدیو را ضبط کردم تا برایتان متوجه بسازم اونی که فریب خورده هوشیار بشه و اونی که فریب نخورده و قضایا را خوب میدانه این ویدیو باعث خنکی چشمانش و قلبش بشه و این حقایق را بشنوه و خوشحال بشه و برای دیگران برسانه که حقیقت چیست. بعضا از برادران و خواهران مسلمان ما این حرفای من را خوب میدانند ولی نمیتوانند آن را بیان بکنن. چگونگی بیانش برایشان دشواره. من فقط این زمینه را آماده میسازم که این برادران و خواهران ما شروع به سخن گفتن بکنن، شروع به نوشتن بکنن، دفاع بکنن از مظلومیتشان، دفاع بکنن از برادران و خواهران مسلمانشان در هر گوشه از دنیا که هست. ما مسلمانیم، ما ناسیونالیست نیستیم، نشنالیست نیستیم. برای من فرق نمیکنه اون جنایتی که در افغانستان بر علیه برادر مسلمان من صورت میگیره از هر طرفی که باشه برای من بده و زشته، و اون جنایتی که در حق برادر مسلمان من در چین از طرف کمونیستا صورت میگیره، در عراق از طرف حکومت صفوی و از طرف آمریکا و از طرف کشورهای منطقه صورت میگیره به نامهای مختلف، در سوریه بر علیه برادران مسلمان من صورت میگیره، در یمن بر علیه برادران مسلمان من صورت میگیره، در بلژیک و در کانادا و در آمریکا و در هر گوشه از دنیا که باشه، هر مسلمان مظلوم باشه برای من عزیز دل منه، برادر منه، خواهر منه. ولی برای تو این ناسیونالیست و برای تو این نشنالیست خب این حرفا دشواره، هضمش برای تو دشواره، چون فکرت فکر اسلامی نیست که اندیشت اندیشه اسلامی نیست، اندیشت اندیشه نشنالیستی است، اندیشه گنجشکی است، فقط در همون حد، همون خط مرز خودت میچرخه. ولی عقل من و مغز من بزرگتر و فراتر از آن فکر میکنه، فرامرزی فکر میکنه و این اندیشه یک مسلمانه. هر صورت دوستان عزیز، من این نکات را به خدمتتان عرض کردم تا جوانان مسلمان بیدار باشید، دوست و دشمنتان را از هم تفکیک بکنید و این قضایا را به خوبی بتوانید بررسی بکنید. و وای بر اونهایی که اگر این خانواده مسلمان نمی بود، یک خانواده کافری می بود و جنایتکار یک مسلمان می بود، این کار را انجام میداد، پروفایل هایتان را عوض میکردید، خجالت بکشید، بشرمید. شما به دنبال باز حرف از انسانیت هم میزنن اینها. ما انسانیت میخوایم. کدام انسانیت؟ این انسانیته؟ چندگانگی؟ با قتل مسلمان ها خوشحال میشی؟ باز میگی من انسانیت میخواهم؟ همه شعار، همه دروغ، همه تزویر، همه فریبکاری، همه دغلکاری، همه دجلبازی. دست بکشید، دروغ نگید، ملت ها را فریب ندید، مسلمان ها را فریب ندید، جوانان را فریب ندید. مردم الحمدلله شما ها را شناختن و چهره هایتان برایشان افشا شده. جزاکم الله خیرا. تشکری میکنم از شما بزرگواران. در حفظ و پناه الله متعال باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.